در شبکه‌های اجتماعی روز 5 اکتبر سال 2023 ویدیوی کوتاه نشر شد که در آن با نشر عکس‌های زیادی اسارت لاتوکوب ادعا کرده می شود که یک معلم در نویه رودکی یک خواننده را به چنین شیوه بهرامانه زده است. بنا به ادعای مؤلف ثبت، این بدرفتاری را معلم مکتب میانه رقم 50 دیه شیخان سیدوف ابراهیم قطب‌الدینویچ نسبت به جاوید عثمان‌علیف خواننده صنفی که رهبرش بود رفع دیده است. در صحنه 27 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 13:20 در مؤسسه رقم 50 نویه رودکی من را رهبر صنفمان سیدوف ابراهیم قطب‌الدینویچ دشنام داده لاتوکوب کرد و باسیم یکچند مرتبه به پایهایم زد و در تخت پشتم باسیم زده ستم داد. نوشته شده است در ثبت از نام جاوید عثمان‌علیف. مؤلف همچون دلیل بهرامانه لاتوکوب شدن خواننده عکس‌های بدن خواننده را هم آورده است که در آن در نویه تخت پشت و پشت پایهایش آثار لاتوکوب دیده می شود. درباره اینکه به کدام دلیل رهبر صنف شاگردش را به چنین شیوه جزا داده است در ثبت چیزی گفته نمی شود. تا این لحظه مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان، اداره معارف نویه رودکی و رهبریت مکتب رقم 50 دیه شیخان به ویدیوی نشر شده واکنش نکردند و آن را شرح ندادند. معلم ابراهیم سیدوف که به لاتوکوب شاگردش عیبدار می شود نیز تا کنون این ادعا را شرح نداده است. در گذشته چندین بار شکایت‌ها درباره بدرفتاری آموزگاران نسبت به شاگردان در مکتب‌های میانه در تاجیکستان از جمله با ویدیوها نشر شده بود. وزارت معارف معمولا به چنین شکایت‌ها سر وقت واکنش می‌کند.